دوخت این تاپ هایی که میبینی اصلا سخت و مشکل نیست، فقط و فقط 2 تا مستطیل نیاز داریم. پس اگه تو الان خیاطی نکردی دست به کار. برای دوخت این تاپ باید 2 تا مستطیل برش بزنید که طول هر کدوم از این مستطیل ها به اندازه دور سینه یا دور کارو هست و عرض مستطیل هم برابر هست با قد دلخواه و علاوه 6 سانت. از قسمت بالای کار به اندازه 6 سانت پایین میایم و یه خطی رو میکشیم. این خط رو یه خط اتو میندازیم، 1 سانت ابتدای این تار رو به سمت داخل یه رد اتو میندازیم. حالا از قسمت بالا به اندازه 3 سانت پایین میایم و روی این خطی که میکشیم رو دوخت میزنیم. لبه پایینی کار رو هم دوخت میزنیم و به این صورت یک لیفه برای عبور کش تعریف میکنیم. کش 2 سانتی رو از توی این لیفه عبور میدیم، 2 سر کش رو بست میزنیم. مستطیل دوم رو هم به همین صورت آماده میکنیم. 4 تا نوار مستطیل شکل به طول 20 تا 35 سانت آماده میکنیم و به این صورت در قسمت بالای کار قرار میدیم و اینها رو بست میزنیم. بعد از اینکه نوارها بست شدن، قسمت عرض مستطیل ها رو هم به هم دوخت میزنیم. این نوارها در قسمت بالا روی سرشانه به هم گره میخورن و به همین سادگی میتونید این تاپ خوشگل برای دخترتون بدوزید.